یکی از اساسی ترین سوالاتی که قصد داریم در همین ابتدا بهش پاسخ بدیم اینه که منظور از جادو دقیقاً چه چیزیه. ببینید، الزاماً طراحی یک نظام جادویی به این صورت نیستش که فرد چوب دستی خودش رو تکون بده و بگه مثلا اگی مگی لاترگی هویج بخور وگرنه کجی. و اصلا منظور از جادو و حتی یک نظام جادویی چنین چیزی نیست. در حقیقت چیزی که به طور عمومی جادو تعریف میشه نه نیاز به چوب دستی داره و نه پیرمرد عجیب و غریب و مرموز کاربرشه. در حقیقت جادو در تعریف عمومی خودش به عنوان یک فرایند فرامنطقی و نوعی از شگفتی شناخته میشه. یعنی اون چیزی که در اصطلاح جادو مینامیمش نوعی فرایند یا رخداد فراتبیعی و شگفت‌انگیزه و به طور عمومی فرهنگ و مفهوم خاصی رو شامل نمیشه. یعنی تصویر مشخصی از یک کاربر جادو و کاری که جادو انجام میده وجود نداره و هیچ مکانیزمی هم برای اون تعریف نشده. لذا بدین خاطر که در چارچوب منطق نمیگنجه اون رو جادویی خطاب میکنیم. اما این یک تعریف و یک مفهوم بسیار بسیار عامه از جادوه، در حالی که معنا و تعاریف حقیقی جادو چیزی فراتر از این شاخصه است و میتونه انواع گوناگونی رو شامل بشه و به نسبت هر فرهنگ تعریف، منطق، جایگاه، مکانیک و کاربرای مختلفی داشته باشه. بنابراین اساساً نظام‌های جادویی مبتنی بر مفهوم حقیقی جادو تعریف نمیشن، یا بهتره که ما این کار رو انجام ندیم. و در این فصل هم منظور ما از جادو یک پدیده یا یک فرایند فرامنطقیه و کاری به تعاریف حقیقی جادو که مبتنی بر فرهنگ‌های مختلف میتونه متفاوت باشه نداریم. اگرچه خود مفهوم جادوگری هم به نوعی زیر مجموعه نظام‌های جادویی. به عنوان مثال آب افزاری یا کلاً عنصر افزاری با جادوگری دو تا مقوله مستقل از هم و غیر همجنسن، اما هر دو شگفتی و هر دو قدرت خارق‌العاده به یک ارگان یعنی نظام‌های جادویی تعلق دارن. بنابراین فارغ از مفهوم عام جادو، مفاهیم حقیقی جادو و تعاریف مربوط به اون تابع فرهنگه. یعنی تعریفی که من از جادو دارم متفاوت از تعریفی که نیل گیمن از جادو داره و تعریفی که سندرسون از این مفهوم داره متفاوت از هر دوی ماست، چرا که فرهنگ‌های مختلفی داریم. اما هر سه به اتفاق میتونیم یک رویداد ماوراءطبیعی رو یک رویداد جادویی بنامیم. چه رویدادی؟ رویدادی که فرامنطقیه و انسان با گذر زمان نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. اوکی؟ پس لازمه که حتما به این موضوع توجه لازم و کافی رو داشته باشید و بدونید که اگر ما در این فصل رویدادی رو یک رویداد جادویی خطاب میکنیم، منظورمون مفهوم عام جادوه، یعنی نوعی شگفتی فراتبیعی و کاری به تعاریفی که مبتنی بر فرهنگ ها شکل میگیرند نداریم. حالا یک سوالی پیش میاد، اون هم این که خب تفاوت تعریف عام جادو با تعاریف حقیقی دقیقاً چیه و چطور معنا پیدا میکنه؟ ببینید، فرض کنید من و رولینگ چند سالی قبل از ژوئن سال 1997 قصد داریم یک داستانی درباره جادوگرها بنویسیم. یک بچه جادوگر که متوجه هویت حقیقی خودش میشه و حالا قصد داره پا درون یک مدرسه علوم و فنون جادوگری بذاره. زمانی که ما داریم اختصاصاً درباره جادو و جادوگری مینویسیم، دیگه نمیتونیم به اون مفهوم عام جادو اکتفا بکنیم و مجبوریم برای جادو و جادوگری یک فرهنگ خاص تعریف بکنیم. زمانی که صحبت از یک فرهنگ خاص به میان میاد، من و نویسنده دیگر مجبور هستیم از یک فرهنگ اصیل و حقیقی جادوگری، یک فرهنگ کهن جادوگری الگو بگیریم. حالا فرض کنید رولینگ میاد از فرهنگ جادوگران انگلیسی الهام میگیره و من از فرهنگ جادوگران ایران باستان. فارغ از یک پلات یکسان، داستانی که من و رولینگ ارائه میدیم به مراتب متفاوت از همدیگه است. چرا؟ چون رولینگ اومده دنیا و محیط خودش رو مبتنی بر فرهنگ جادوگری شکل داده که در انگلستان رایج بوده و من مبتنی بر فرهنگی که جادوگران ایران باستان مورد استفاده قرارش میدادن و دو تا مرجع متفاوت از هم داریم. پس طبیعتاً جادوگری
فرهنگ جادوگری، محیطی که جادوگرا توش زندگی میکنن و قابلیت‌ها و محدودیت‌هایی که دارن متفاوت از دیگریه، مستقل از نحوه روایت داستان. دلیلش هم همین الگوهای متفاوته. بنابراین به همین دلیله که ما نمیتونیم نظام‌های جادویی رو مبتنی بر تعریف حقیقی جادو تشریح و تفسیر بکنیم. در نتیجه در این بخش مبتنی بر مفاهیم تخصصی جادو ماژیک سیستم رو تعریف نمی کنیم، بلکه به جای اون نظام جادویی یا ماژیک سیستم رو مکانیک و سازوکار شگفتی و قدرت‌های فراتبیعی موجود در داستان تعریف می‌کنیم. یعنی منطق و مکانیزمی که عناصر خارق‌العاده موجود در داستان و نیروهای فراتبیعی مبتنی بر اون کار می‌کنند.